دستپرور شورکار فوتبال تاجیک رشید رحیموف سرمربی باشگاه مشهور فوتبال روسیه روبین از شهر قزان پایتخت جمهوری تاتارستان تعیین شده است. بنا به اطلاع رسانه‌های ورزشی روسیه قرارداد بین این باشگاه و رحیموف فعلا تا آخر موسم امساله بسته شده است، ولی در صورت به لیگ عالی فوتبال روسیه راه یافتن روبین که حالا در لیگ یکم بازی میکند و برای رخصت گرفتن به لیگ عالی مبارزه میبرد، امکان تمدید قرارداد پیش بینی شده است. روبین بعد 26 دور مسابقات با 40 امتیاز در لیگ یکم در جای دوم قرار داشته، از دسته بالتیکا 6 امتیاز کمتر و آلانیا و اینیسی که در جدول بعد روبین قرار دارند 3 امتیاز بیشتر دارد. جای دوم هم به روبین امکان میدهد که رابط مستقیم به لیگ عالی را به دست بیارد. با این وجود باشگاه روبین روز 12 اپریل سال 2023 قراردادش با سرمربی مکنون سابق دسته یوری اوتکولبایف را با رضایت طرفین قطع کرد. سبب این 4 بازی آخر را مساوی انجام دادن و همگی 1 گل زدن روبین شده است. روز 15 اپریل روبین با دسته شینک از یاروسلاو وارد رقابت می شود. این نخستین بازی این دسته تحت رهبری مربی زاده تاجیکستان خواهد شد. باید یادآور شد که روبین در دوران رهبری این دسته را بر عهده داشتن مربی شورچار زاده ترکمنستان قربان بردیف یکی از باشگاه‌های پیشرفت فوتبال روسیه به شمار می‌رفت و سالهای 2008 و 2009 عنوان چمپیون روسیه، سال 2012 جام روسیه، سال 2010 و 2012 شاهجام این کشور را به دست آورده بود. یکی از صحیفه‌های درخشان تاریخ این دسته در دوران قربان بردیف پیروزیش در بازی لیگ چمپیون‌های اروپا در ورزشگاه مشهور نو کامپ بر هیئت طلایی بارسلونا با مسی، خاوی، اینستا، پیکه، دانی آلوش و ابراهیموویچ با حساب 2-1 بود. رشید رحیموف سال 1955 در دوشنبه به دنیا آمده، 58 سال دارد. او همچون حمایتگر در هیئت دسته‌های پامیر دوشنبه، اسپارتاک مسکو، ریال والیادولید اسپانیا و چند دسته افسریا و همچنین در هیئت تیم‌های ملی تاجیکستان و روسیه به میدان برآمده است. رشید رحیموف همچنین سرمربی دسته‌های ادمیرا واکر، امکار پرم، لوکوموتیو مسکو، اختم گروزنی و اوفرا مشهود است. بهترین نتیجه او در لیگ عالی چمپیونات روسیه جای پنجم با دسته احمد در موسم سالهای 2016-2017 بود. آخرین دستش اوفا از پایتخت باشقردستان را رشید رحیموف سال 2021 ترک گفته بود. مخلصان تاجیک رشید رحیموف را بیشتر با هنرنمایش در هیئت طلایی پامیر دوشنبه در یاد دارند. او در پامیر نه فقط یکی از ستونهای خط حمایه بلکه لیدر غیر رسمی دسته هم به شمار می رفت. مخلصان در یاد دارند که بسیار وقت قرارها را در میدان رشید رحیموف قبول میکرد و گاه حتی برخلاف خواست مربیان هم